هر ایرانی میخوام $70 ایتی برم بریزه باشه. ببین نگاه کن، یه صرافی هستش به نام KCEX. حالا بیا اینجا من نشون بده. این صرافی $70 بونوس بهت میده. باید از کارت ملیت یه عکس براش بفرستی، کاراشو انجام بدی، تاییدت کنه. نگاه من $70 رو با این گوشی کردم 75/89. با این گوشی چقدر هستش شده 51/41. حالا بعد از اینکه تریدتون رو انجام دادید، من نشون بده. بعد از اینکه تریدتون رو انجام دادید، میاد تو این ولت رو میزنید، میاد ترانسفر رو میزنید، میاد از حساب فیوچرزتون این کل پولتون رو انتقال میدید به چی؟ به حساب اسپاتتون. اومد تو حساب اسپات من. حالا من اینجا اینو میزنم، اینو میخوام ویدراو کنم. میگه این گزینه رو ویدراو میزنم، آدرس میدم. آدرس مثلا نوبیتکس میدم، کوینکس میدم. به سادگی برمیدارید. $70 رو میتونید بکنید مثلا $200، یا مثلا میتونید بکنید حالا $75، $50. نوش جونتون، برید عشق کنید. اگرم دوست داشتی حال کردی پیج من رو فالو کن.